سلام. شده احساس بکنی که زمان داره از دستت در میره و نمیتونی به هدفات برسی؟ انگار از لای انگشتات دونه های زمان داره میریزه و تو هیچ کاری نمیتونی براشون بکنی. یا نه میخوای یه کاری رو شروع بکنی ولی انجام دادنش رو میندازی پشت گوشت و یا انقدر سخت و دشوارش میکنی که مثل کوه کندن به نظرت میرسه. من امروز میخوام در رابطه با همین موضوع صحبت بکنم. چطوری ما توی زندگیمون برنامه‌ریزی هوشمندانه داشته باشیم، هدفامون رو چطوری بتونیم بچینیم که روز به روز به اونها نزدیک بشیم. پس تا آخر ویدیو با من باش تا این رو بهت بگم. اولین نکته که وجود داره این هستش که ما وقتی داریم برنامه‌ریزی میکنیم میایم برای برنامه‌مون یه سری هدف‌ها رو میچینیم. ما به شکل‌های خیلی مختلفی میتونیم هدف‌های خودمون رو بچینیم که بتونه بهمون کمک بکنه. یکی از هدف چینی‌ها یا روش‌های هدف گذاری این هستش که ما بیان اصطلاحاً اهداف خودمون رو اسمارت کنیم. به انگلیسی اگر بخوایم بنویسیم همون کلمه اسمارت میشه. ولی خود همین کلمه متشکل از 5 تا حرف اول 5 تا کلمه دیگه است که مخففشون رو در واقع برداشتم و به هم دیگه چسبوندم و این کلمه اسمارت تشکیل شده. من خودم از این روش استفاده کردم، یعنی اومدم هدفامو توی زندگی مخصوصا حالا برای درس خوندن اینها خیلی میتونه کمک بکنه. هدفامو اسمارت کردم و یک دید شفاف و واضحی به من داده وقتی داشتم درس می‌خوندم یا چه بسا الان که دارم این کار رو هم کم و بیش انجام میدم تونسته به من کمک بکنه. ما وقتی به هدف گذاری اسمارت نگاه می‌کنیم طبیعتاً با چند تا حرف روبرو میشیم. اولین کلمه اس یا اسپسیفیک هستش که به معنی مشخص و تعیین شده هستش. اینجا مشخص میکنیم که هدف ما چیه. حالا روی مثال من حتما اینو توضیح میدم تا بتونیم بهتر متوجه بشیم. دومین حرفی که وجود داره کلمه ام هستش، یعنی ما میایم هدفمون رو میجربل میکنیم، قابل اندازه گیری میکنیم. سومین حرفی که وجود داره کلمه ای هستش، کلمه اچیوبل. حالا نمیدونم تلفظش رو درست میگم یا نه. ما میایم توی این قسمت هدفهایی رو انتخاب میکنیم که قابل دسترسی باشن برای ما، بر اساس توانمندی ما، مهارت ما، منابع ما. باید این ویژگی رو باشه بر اساس اون منابع که برای ما قابل دستیابی باشه اون هدف. چهارمین حرفش که آره، یعنی هدفی که من انتخاب میکنم نیازه که ریلیتیو باشه، مرتبط باشه با اون چیزی که من میخوام به سمتش حرکت بکنم. و در آخر کلمه تی به معنی تایم باوندد هستش، یعنی توی بستر زمان مشخصی رو من براش تعریف کرده باشم. بریم سراغ مثال. روی مثال بگم شاید بهتر بتونم من مطلب خودم رو منتقل بکنم. بیایید فرض بکنیم که من میخوام یه زبانی رو یاد بگیرم، یه زبان خارجی رو یاد بگیرم. نمیدونم زبان مثلا آنگولایی، هر زبان دیگه. من ابتدا میام هدف خودم رو اسپسیفیک میکنم، مشخص میکنم. مثلا من میتونم اینجا بنویسم که من دوست دارم با دوستم زبان آنگولایی صحبت بکنم. این یه چیز کاملا مشخصیه. میرم سراغ مرحله دوم. ام میجربل، قابل اندازه‌گیری میکنم این هدف خودم رو. مثلا من میتونم اینجا بگم که من میخوام تا 6 ماه آینده این کار رو انجام بدم، تا 3 ماه آینده میخوام این کار رو انجام بدم، یا حالا هر زمان دیگه‌ای که با توجه به منابع خودم میتونم براش در نظر بگیرم. کار بعدی این هستش که من میام این رو قابل دسترس میکنم برای خودم. یعنی چی؟ مثلا در طول روز چقدر میتونم وقت بذارم برای این کارم؟ 1 ساعت میتونم وقت بذارم، 2 ساعت میتونم وقت بذارم، یا نه کمتر و بیشتر. من مثلا میگم که 30 روز در دقیقه من میخوام برای این کار یاد گرفتن زبان آنگولایی وقت بذارم. بعد از اینکه این کارو کردم میرم دنبال ریلیتیو کردن، مرتبط کردن اون در واقع هدفم با کاری که میخوام انجام بدم. من دارم برای چی این کار رو انجام میدم؟ من مثلا میخوام مهاجرت بکنم به کشور آنگولایی. یا مثلا میخوام مهاجرت کنم به کشور دیگه ای که دوست دارم مهاجرت بکنم، زبانش رو دارم میخونم. و در آخر میام تایم باونددش میکنم، یعنی توی یک قالب زمانی، توی یک زمان مشخص این رو میگنجونم. تا 90 روز آینده من میخوام این 30 دقیقه در روز رو اختصاص بدم به این کار. اگه بخوایم اینا رو پشت سر هم بچینیم اینجوری میشه که من میخوام زبان آنگولایی یاد بگیرم که با دوستم صحبت بکنم، تا 6 ماه آینده میخوام این کار رو انجام بدم، هر روز میخوام 30 دقیقه وقت بذارم برای این کارم
برای چی دارم این کار رو انجام میدم؟ برای اینکه میخوام مهاجرت بکنم به کشور آنگولا. اوکی. و توی این 60 روز میخوام هر روز 30 دقیقه این کار رو انجام بدم. وقتی این رو من مشخص بکنم با یه چیز واضح مواجه هستم دیگه، راحت تر میتونم اگرم براش میخوام کاری انجام بدم کارم رو پیش ببرم. خب تا اینجا یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم این هستش که بیایم هدفهای خودمون رو هوشمندانه در واقع بچینیم. ما داریم اینجا یه هوشمندی رو به کار میبریم. حالا روش‌های دیگه‌ای هم برای هدف گذاری یا مشخص کردن اهدافمون وجود داره. مثلا یکی از روش‌هایی که خیلی خیلی کاربرد داره و حتی برای خود من هم اون دلچسب‌تره، دلنشین‌تره و شیرین‌تره این هستش که بیایم از روش‌های KPI استفاده بکنیم. یعنی بیایم شاخص‌های کلیدی عملکرد خودمون رو در بیاریم و بر اساس اونها یه سری اقدامات رو انجام بدیم. اگر دوست داشتین در رابطه با این موضوع هم ویدیو بسازم حتما بهم بگید تا بتونم براش ویدیو هم بسازم. وقتی داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، وقتی میایم شروع می‌کنیم به اجرا کردن برنامه‌ریزیامون، ممکنه با یه سری موانع روبرو بشیم. این موانع ممکنه موانع بیرونی باشن یا ممکنه موانع درونی باشن. موانع بیرونی مثلا مثل این که من امروز میخوام زبان بخونم، یه مهمونی میاد، یا مثلا پدر مادرم میگن که باید جایی بریم، اتفاق بدی میفته یا نه یه اتفاق خوبی میفته و ما رو عقب میندازه از انجام دادن اون برنامه. بخشی از این موانع درونی هستن. من دوست دارم در رابطه با این موانع درونی بیشتر صحبت بکنم. یکی از اون موانع درونی موانع اهمال کاری هستن. گفتم اول ویدیو من میخوام کاری رو شروع بکنم ولی دائما میندازم پشت گوشم. از شنبه شروع میکنم، از ماه بعد شروع میکنم، از فردا شروع میکنم، از فلان ساعت شروع میکنم. یکی از موانع دیگه‌ای که خیلی خیلی میتونه جلوی ما رو بگیره این هستش که من دچار کمالگرایی میشم. یعنی چی؟ یعنی میام هدفهای خودم رو اینقدر بزرگ مینویسم، اینقدر بزرگ قرارشون میدم که با توانایی‌های من، با منابع انرژی من، زمانی من، با هر اسم دیگه‌ای که میخوایم روش بذاریم تعادل نداره. مثلا من هدفم چیدم اینجا ولی تواناییم اینجاست، زمانم اینجاست. من میخوام مثلا مهاجرت بکنم تا نمیدونم 6 ماه آینده ولی 12 ساعت در روز مثلا درگیر کارم و اینها. هیچ وقتی نمیمونه که مثلا من اینجا مثلا زبانی بخونم یا هر چیز دیگه. این فقط یه مثال. من این کمالگرایی رو نیاز کمش بکنم. هم باید اون هدف خودم رو ریزترش بکنم تا جایی که بتونم انجامش بدم، هم از طرف دیگه توانمندی خودم نیاز بیارم بالا. یه مانع خیلی مهم دیگه این هستش که من دچار حواس پرتی دائمی میشم. من دچار بی‌توجهی‌های مستمر هستم که توی ADHD یا اختلال بیش فعالی ما این رو میبینیم. اونجا آدم‌ها نمیتونن مدت زمان طولانی رو متمرکز باشن روی تکلیفی که دارن انجام میدن. میخوام 30 دقیقه زبان بخونم، از این 30 دقیقه 20 دقیقه‌اش مثلا سرم تو گوشیه. پا میشم میرم و میام، حواسم پرت میشه، صداها حواس من رو پرت میکنه، یا نه بیقرارم هی تکون میخورم و سر جام نمیتونم بشینم. یه مانع دیگه ای هم که وجود داره این هستش من اصلا دچار ممکنه افسردگی شده باشم، ممکنه اضطراب داشته باشم، دائما دچار نشخوار ذهنی هم، نمیتونم تمرکز بکنم و مسائل شبیه. یه ویدیو من برای نشونه‌های افسردگی درست کردم که حتما نگاش بکن و خیلی میتونه بهت کمک بکنه که بتونی نشونه‌های افسردگی توی خودت شناسایی بکنی. یه مسئله دیگه هم که وجود داره و دوست دارم بهش اشاره بکنم این هستش که ما وقتی هدفامون رو میچینیم، این برنامه‌ریزی میاد به ما کمک میکنه به این هدفمون نزدیک‌تر بشیم. اوکی، یعنی یه جورایی ما رو به سمت خودش میکشه این هدفه. اما ما فقط به کمک برنامه‌ریزی نمیتونیم به سمت اهدافمون حرکت بکنیم. اگر دقت بکنی اینجا رو خیلی مهمه و خیلی میتونه بهت کمک بکنه. که فرض بکنیم این منم، خب این خودکار قرمز، پرسپولیس نیستم ولی خب استقلالی هم نیستم. این خودکار قرمز من هستم، این هم هدف من هستش. این فاصله رو برنامه‌ریزی من پر میکنه و این هدفم داره من رو به سمت خودش میکشه. یه انرژی جاذبه‌ای داره که من رو به سمت خودش میکشه. یه نکته وجود داره اینجا هستش، یعنی پشت من چه چیزی وجود داره اینجا، چه نیازی وجود داره که میتونه به من کمک بکنه، به من رو هل بده به سمت هدفهای خودم. ما نیاز این رو هم بشناسیم. اگر من این رو نشناسم انگیزه درونی کافی و لازم رو برای انجام دادن کارام نخواهم داشت.
اوکی، دوباره با هم دیگه میریم جلو. من هستم، یه هدفی وجود داره، یه برنامه‌ریزی اینجا به من کمک میکنه به سمت هدفم حرکت بکنم. پشت من یه نیازی وجود داره. میگن خورشید پشتش به ماست. تا حالا میدونستی؟ نه. اصطلاحاً بهش میگیم دیپ نیدز، نیازهای عمیق ما که ریشه های تکاملی داره. این به من کمک میکنه و من رو هل میده به سمت نیازم. اگر من این رو بشناسم، وقتی که خستم، وقتی که انگیزه ندارم، وقتی که همه چی داره سخت میشه، فشار زیاده، استرس زیاده، این به من کمک میکنه که بتونم اون برنامه رو انجام بدم. ما برای شناختن این خیلی ابزار زیادی داریم. پرسشنامه داریم، مصاحبه با روانشناس و مسائل این چنینی داریم که خیلی میتونه به ما کمک بکنه تا مسائل و نیازهای عمیق خودمون رو بشناسیم. این نیازهای عمیق چیزای شبیه مثل پشت کار هستن، چیزای مثل استقامت، استقلال داشتن، نمیدونم مهربون بودن با خودمون وقتی داریم کارامون انجام میدیم یا تحت فشار هستیم و مسائل این چنینی رو در بر میگیره. من چند تا تحقیق رو هم داشتم میخوندم و دیدم که یه سری نکاتی دارن که اونا رو دوست داشتم اینجا بگم. وقتی داریم هدف گذاری میکنیم باید یه مقدار هدفامون رو سخت بچینیم، نه به معنی اینکه خیلی فاصله داشته باشه ها، نه، ولی به حدی باشه که ما رو به چالش بیاندازه. اگر ما این رو دقت نکنیم ممکن هدفهای شلوول درست بکنیم برای خودمون که طبیعت انگیزه لازم رو برای انجام دادنشون نداشته باشیم. مثلا من روزی 1 دقیقه وقت بذارم برای زبان خوندنم، زیاد انگار من رو سر شوق و ذوق نمیاره، انگیزه زیادی به من نمیده. یا نه از اون طرف مثلا روزی من 8 ساعت وقت بذارم، اونم باز خیلی سخت انجام دادن. این ایجاد تعادل توی اجرا کردن ما میاد دستمون. من وقتی یه قسمتی از هدفم رو به سمتش حرکت کردم، یه تکلیفی رو انجام دادم بابتش، بیام بعد اون یه پاداشی برای خودم قائل باشم، یه تشویقی برای خودم قائل باشم. نیاز ما این چرخه رو با هم دیگه ببینیم. یه تیکش رو ببینم و بقیهش رو نادیده بگیرم، خیلی سخت من میتونم به اون هدف برسم. ممنون که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی. امیدوارم که مطالب ویدیو به دردت بخوره. اگر هم سوالی داشتی میتونی ازم بپرسی توی کامنت، حتما جواب میدم. لایک و سابسکرایب و اینها یادت نره تا ویدیوی بعدی.